جمشیدی هستم، مدیر داخلی شرکت آرتافیدار کیا. شرکت آرتافیدار کیا یک شرکت بازرگانیه. ما وارد کننده مواد اولیه صنایع غذایی هستیم. مدیران ما و مسئولان و صاحبان شرکت ما نزدیک 25-30 ساله که در صنعت غذایی فعالیت دارن. شرکت آرتافیدار کیا از چند سال اخیر وارد بازار واردات و صادرات و قسمت بازرگانی شده، ولی بک‌گراند خود مدیران و مسئولان شرکت ما 20-25 ساله که در صنعت غذا فعال هستن. ما تمرکزمون فعلا روی مواد اولیه صنایع غذایی هست. نگاهی هم به صنایع دارویی داریم. از کشورهای اروپایی مثل اسپانیا، هلند، آلمان واردات داریم، حتی لهستان. با آفریقا تعامل داریم، از ساحل آجنس وارد میکنیم. با چین و هند و آسیای شرق مثل اندونزی و مالزی، سریلانکا حتی واردات داریم. نکاتی که میتونه ما رو متمایز بکنه، یکیش اینه که ما برندهای شماره 1 رو دست اول و بدون واسطه وارد میکنیم. مورد بعدی اینه که ما معمولاً ورهاوس هامون پره، انبار هامون رو پر نگه می‌داریم و قیمت رقابتی میتونیم بدیم. پس ببین میشه سرعت، برندهای دست اول، تامین بودن همیشه مواد.